سلام علیکم، دوباره رسیدیم به یک مقایسه دیگه. اگر که ویدیو مقایسه سرعت شارژ رو دیده باشید، حالا الان نوبت اینه که ما دستگاه رو از نظر عملکرد کلی بررسی داشته باشیم. عملکرد کلی که می‌خوایم بررسی داشته باشیم دقیقاً بین آیفون 11 پرو مکس و S20 اولتراست و چند تا پارامتر رو می‌خوایم با هم دیگه بسنجیم. یکی اینکه ما یک بنچمارک انتوتو اجرا می‌کنیم که ببینیم کلا داره چه اتفاقی میفته. انتوتو از نظر گرافیکی، از نظر پردازش کلی همه چیز در نظر میگیره و یه امتیاز نهایی به ما میده. حالا اینکه این امتیاز نهایی رو چجوری میتونیم بسنجیم و اینکه اصلا چقدر قابل استناده، به نظر من شما یه حالت نسبی بهش داشته باشه. یعنی با توجه به مشخصات سخت افزاری آیفون و مشخصات سخت افزاری گلکسی S20 اولترا خودتون به نسبت بفهمید که کدوم سخت افزار و نرم افزار داره بهتر عمل میکنه. اینجا نرم افزار خیلی نقش مهمی رو داره ایفا میکنه. برای اینکه مشخصات کامل سخت افزار این دو تا گوشی رو در بیارید، خب پیشنهاد میکنیم که وارد بخش محصولات زومید بشید، دو تا گوشی رو سرچ بزنید، میتونید با هم مقایسه داشته باشید و اسپک کامل محصولات رو ببینید. اگر بخوام مشخصات حالا کلی پردازنده دو تا گوشی رو بهتون بگم، اپل داره از پردازنده A13 بایونیک استفاده میکنه. A13 از مموری 7 نانومتریه. خب 7 نانومتریش موجب میشه که مصرف انرژیش کمتر باشه، کمتر دستگاه گرم بشه و خود CPU از 2 تا هسته 2.65 گیگاهرتزی استفاده میکنه و 4 تا 1.8 گیگاهرتزی که خب ترکیب خوبی رو تشکیل داده و رم دستگاه هم 4 گیگ رمه. خیلی رم عجیب غریبی نیستش، به خاطر اینکه iOS سیستم مدیریت حالا بک‌گراندش واقعا بهینه است. هرچند که ما تو حالا تست نرم افزاری که می‌خوایم داشته باشیم یه دور تمام اپلیکیشن رو باز می‌کنیم و مجددا اون رو از تو رم فراخونیشو انجام میدیم، می‌بینیم که باز هم داره خوب این اتفاق میفته. یعنی مولتی تاسک خوب اجرا شده، هرچند که مولتی تاسک روی iOS با مولتی تاسک روی اندروید کاملا متفاوته و فرآیندش اختلافات خیلی زیادی به نسبت اندروید داره. گلکسی S20 اولترا به اندازه خودش یه هیولا محسوب میشه و کلا اندروید نیاز به منابع بالایی داره. همین رم رو بهتون اشاره بکنم که تو نسخه 128ش و حالا چیزی که ما اینجا داریم 12 گیگ رم داره و شما میتونید گلکسی S20 اولترا با 16 گیگ رم هم تهیه بکنید. دیگه خیلی عجیب غریب داره استفاده رم میره بالا. Exynos 990 هم دقیقاً از مموری 7 نانومتری پلاس داره استفاده میکنه که همون مزیتایی که آیفون داره این هم داره. و اما اگه بخوام ترکیب هسته‌اشو بهتون بگم، 2 تا 2.73 2 تا 2.73 گیگاهرتزی داره، 2 تا 2.5 گیگاهرتزی داره کورتکس A76 و 4 تا 2 گیگاهرتزی کورتکس A55 داره که اینم با هم ترکیب خوبی تشکیل داده و دستگاه خب خیلی قدرتمندتره. حالا کدومشون امتیاز بالاتری تو انتوتو میگیرن بریم ببینید و کدومشون نرم افزار رو سریعتر اجرا میکنه و دوباره ابرام میشه اونها رو باز کرد. بریم با هم دیگه ببینیم و برگردیم.
بله نتیجه رو با هم دیگه دیدیم و دو تا تفاوت این دو تا دستگاه رو از نظر عملکرد کلی دیدیم با هم دیگه. اون زمانی که خلاصه بین باز کردن اپلیکیشن ها هست، حالا با همونجوری که ما داریم با دست انجام میدیم، مدت زمانی که داره به دست میاد با یه اختلاف چند ثانیه خیلی اختلافی نیستش که واقعا یه کاربر تو استفاده معمول اونو حس بکنه. من فقط یه نکته رو بهتون بگم که ما روی گلکسی اس 20 سرعت انیمیشن رو تغییر نداده بودیم و به صورت پیش‌فرض که خودش یک ایکس انجام دادیم. خیلی‌ها میگن اگه سرعت انیمیشن کمتر بکنیم خب این ثانیه بازم میاد پایین‌تر، برای ترجیح دادیم حالت پیش‌فرض رو در نظر داشته باشیم. مصرف انرژی هم همون حالت اپتیمایز بود که یه مصرف انرژی که حالا کاربر داره به صورت پیش‌فرض از اون استفاده میکنه. اگر روی های پرفورمنس قرار بگیره خیلی آنچنان تفاوتی ایجاد نمیکنه، حداقل توی این تستی که ما داشتیم انجام میدیم. شاید یه کار خیلی خفن‌تری بخواید انجام بدید اونجا تفاوتش بیشتر مشهود باشه. آیفون هم که دیدین بازم اپلیکیشن به این ترتیب باز شد و اختلاف زمانی که به وجود اومد خیلی چیزی نیست که کاربر بخواد درگیرش بشه، ولی خب بالاخره نتیجهشو شما دیدید که چی با چه سخت افزاری داره این کارو انجام میده و این دستگاهی با چه سخت افزاری داره همین حرکت رو انجام میده. انتوتو هم که دید کلی میتونه بهتون بده که دید نسبی داشته باشین و با بقیه دیوایس اون رو مقایسه بکنید. متشکرم، تا مقایسه بعدی.